شنیدم که اگر که آدمی گناهگار در بری آدمی بیگناه اگر که دفن کنه یعنی که ضررش میرسه، درست است؟ اکنون وقتی که اگر قبرستانی مادامی که از آن مسلمان ها باشد گور کردن میگیرید، جایی که نوبت آمده است گور کردن میگیرید. اصلا در شریعت الله تزیرو و زیرتو وزر اخرى، الله تعالی میگوید که یک آدم گناه یک آدم دیگر را برداشت نمی کند. یعنی به سبب گناه دیگر کس یک آدم گناه کرد دیگر آدم بیگانه جواب نمیدهد. لیکن مثلا یک عالم شریعت را نرسانید، مردم گناه کردند، ولی این عالم جزا داده میشد به گناه آنها. برای چی؟ چون این باید میرساند. اگر این رساند و با وجودی همین هم اونا کرده باشند، بله به این گناه نیست. یعنی آدمی که میداند شریعت را باید رساند و اینچنین اگر گناه بیند یا داند که فلانی شاگردش یا نزدیکش یا دادرش به چنین گناه مشغول است و باید این کار کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من را منکم منکرا فلیغیره بیده، کسی منکر را بیند با دستش تغییر دهد. یعنی همسرانش، فرزندانش، اگر امیر باشد یا راهبر یک کارخانه باشد و زیر دستانش میتواند با دستش تغییر دهد. فإن لم یستطع فبلسانه، اگر نتواند تغییر داده با زبانش بگوید که این کار گناه است، اینو ترک کن برای ضرر تو است. اگر نگوید خودش گناهگار میشه، یعنی به همون گناه یعنی که شرکت دارد، باید این کار کند. اگر بینی که نابینا و چاه است دیگر خاموش بنشینی گناه است، این خیانت است. وقتی که میبینی یه آدمی نابینا اومده است و در رو بروش چقوری هست، چاه هست، اگر شما آگاه نکنید میافتد بیچاره، شما گناهکار میشید. این مثالی مادی هست. معنویش این است که یه آدم ببینید که عرق نوش است، یا آدم میبینید که مثلا روزه نمیدارد، زکات نمیدهد، دیده و دانسته شما این کار نمیکنید، او را نصیحت نمیکنید، اون دعوت نمیکنید، شما گناهکار میشید. لیکن یا آدمی که عموما به شما دخلش نیست، یک گناه کرده است، به سبب گناهی وی مثلا دو کس در همسایه قبر شدن، یکی صالح یکی طالح، یکی آدمی طاعتکار و یکی گناهکار. نه، به سبب گناه این آدم تا جایی که میدونیم جزا داده نمی شود. والله تعالی اعلم.